خب دیگه اگه تا اینجا ویدیو همه چیز رو متوجه شدیم دیگه ما هم سریع بریم سراغ ویدیوی مود بعدی. مود بعدی این مود خیلی خفن و جذابه. این مود خب اینو میذاریم داخل اکتیوامون. خب این مود چیکار میکنه؟ میای زره ها رو نگاه میکنی میبینی کلی زره جدید اضافه شده. این کلاه سامورایی، این شلوارا. حالا میریم سراغ قسمت اصلی. این که یه جورایی برای تمرین کودک خور. خب این همه صدا و خفن و جذاب. حالا بذار من یه چند تاشونو بردارم متوجه بشی چی کاره میکنه. من اینو سوم شخص خونم برگردم. خب اولین سنگی است، قدرت خاک داره که یه همچه انیمیشن خفنی داره. این هم از قدرتاش و اینجور چیزا. همچنین قدرتایی داره. حالا میریم سراغ شمشیر نوری. این شمشیر خیلی به درد میخوره، خیلی هم انیمیشن خفنی داره، خیلی هم من دوستش دارم، واقعا باحاله. کجا رفت؟ این هم قدرتش که میگیره اون یارو رو قفل میکنه. خب این شمشیر قرمز که واقعا خیلی خفنه، جزء خفن در این شمشیرهای این موده، این قابلیت ویژشه. خلاصه که اینجوری میزنه. بریم حالا سراغ مود بعدی. مود بعدی این مود الان دورش میکشم. خب این مود برای سروایول خیلی به درد میخوره. خب بریم نشونتون بدم. مثلا اینجا زمانی که اینو بذارید دستتون همه چی روشن میشه دیگه، لازم نیست حتما بذاریش رو زمین. حالا مثلا اینو از دستم در آوردم، الان همه جا تاریک شد. حالا دوباره بذاریم دستمون، دوباره روشن میشه. ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. لایک و ساب فراموش نشه. بای بای.